پاکسل فامیلی چطوری؟ در زکتر هستم و خوش اومدین به یکی از ویدیوهای دیگه آموزش 5M رو این بار داریم، ولی این بار 5M فیلتر شد. ولی خب اشکالی نداره، ما هر چیزی که فیلتر کنن، هر کاری هم بکنن، بازم یه سولاخی پیدا میکنیم، از اون سولاخ به اون برنامه دسترسی پیدا میکنیم. این بار 5M ما رو فیلتر کرد و نمیذاره دیگه بریم تو 5M و پلی بدیم، یعنی تحریم شدیم، فیلتر شدیم. و چند وقت پیش من آموزش و دانلود و نصب 5M که از کجا 5M رو نصب کنی، از کجا بخری، چطوری آپدیت بدیم، چطوری، همه رو هم به شما تو اون ویدیو که همین الان لینکش میاد بالای صفحه بهتون آموزش دادم که اگر ندیدید حتما برید ببینید و متوجه بشید که من درباره چی دارم صحبت میکنم. ولی اگر هم مثلا شما داشته باشید 5M و هیچ مثلا مشکلی نداشته باشید، فقط الان نمیتونید برید داخل 5M، این ویدیو برای شماست. پس ادامه ویدیو رو حتما ببینید. Let's go. خب گایز، ما میخوایم الان یه بهتون یاد بدیم، یعنی من میخوام بهتون یاد بدم که چطوری وارد GTA V بشید، یعنی وارد 5M بشید و چگونه کتابی صحبت میکنم چگونه بتونیم 5M رو اجرا کنیم و بتونیم استفاده کنیم ازش. کلا 4 تا راه داره، این 4 تا راه رو شما استفاده کنیم. من بهترین راهشم بهتون در طول ویدیو بهتون آموزش میدم. 2 تا راه حل داریم که یکیش DNS. دوستان DNS بزنید. ما اینجا الان میایم سرچ میکنیم network Vive Network Connecting. اینجا شما اون اینترنتی که ضرب در نخورده پیشش رو شما سلکت میکنید، پراپرتیز، دوباره هم روش کلیک کنید، هم همینا، دوباره هم روش کلیک کنید، همین، دوباره پراپرتیز و این DNS که من ازش استفاده میکنم فقط برای مثلا دیسکورد و چه بدونم گوگل و این چیزاست که به نظر من این خوبه. DNS شکنه، سایت شکنم من اینجا شما یه شکن فارسی بنویسی، اینا یه شکن فارسی بنویسی به راحتی میتونید اینا رو کپی کنید و بذارید. حالا اینو بگم اینو بهتون بگم که این یکیشه که DNS بزنید و برید بازی که دیگه نمیشه، یعنی بعضی از بچه‌ها اوکی هم با این DNS، بعضیا اوکی نیستن. دومیش این که شما الکترو بزنید، اینم DNS ولی خب برنامه‌ایه و سرویسیه. شما سرویس انتخاب میکنید. من الان دیسکانکتینگ میدم اینو. 3 تا سرویس داره: تهران امام، کرج پیام، تهران LCTDS که بهترینش کرجه برای اسپاتیفای گوش دادن، برای دیسکورد، برای گوگل، برای همه چی کرج پیام بهتره و 5M هم همینه. ولی 5M لیست سرور رو با کرج پیام میتونید باز کنید. وارد بازی هم بعضیا میتونن بشن، بعضیا نمیتونن بشن. یعنی بعضی از دوستان من گفتن میتونیم بریم با اینترنت مخابرات، با اینترنت همراه اول ایران 3. بعضی گفتن نمیتونیم بریم با اینترنت مخابرات و همراه اول ایران 3. برای بعضیا شدنیه، برای بعضیا شدنی نیست. حالا من راهی که مطمئنه، الان 2 تا راهی بهتون گفتم که زیاد مطمئن نیست، ولی شما این 2 راه میتونید تست کنید. 2 تا راه هم الان بهتون میگم که مطمئنه و 100%یه. یعنی از نظر مطمئن یعنی میتونید وارد بازی بشید هر جوری که شده. ما اینجا میایم مینویسیم 5M helper، سایتش اینه. دومی هم 5M همینو بریج مینویسید، بریج اشتباه یه ای کم گذاشتم که اولیش 5M هلپره که من چند روزی دارم ازش استفاده میکنم برای 5M و به شدت جوابه واقعا برای 5M. و تنها کاری که شما میکنید اینو ران میکنید و هیچ دستی نمیدنید دیگه. نگاه، من این ران میکنم، یس میزنم، اون اول کاری نمیکنم، خودش شروع میکنه برای من
و اینجا نوشته پس از ورود به سرور مورد نظر خود دکمه خروج رو بزنید. دکمه خروج منظورش اینه ما الان میریم توی 5M با 5M هلپر تست کنیم که ببینیم 5M مال بالا میاد یا نه. این بالا میاد ولی سروراش بالا نمیاد. یعنی چی؟ یعنی سروراش اصلا بالا نمیاد و مثلا همینجوری میتونید فقط شما کلیک کنید روی این و مستقیم وارد سرور بشید. چقدر هم سریع وارد سرور شد و هیچ مشکلی نداشت. حالا چطوری میشه لیست سرور رو آورد؟ آقا مثلا من کویت کنم این داره میره وارد بازی بشه. مثلا آقا عزیزا من میخوام برم وارد لیست سرور بشم، میخوام چک کنم لیست سرور رو. اوکی شما 5M هلپر برای موقعی که میخوای بری تو بازی، اینم بگم وقتی رفتی تو بازی لودینگ اسکرین هم رد کردی، وارد بازی شدی، وارد کرکتر خودت شدی، خروج میزنی، نه همون اول که لودینگ اومد. به نظر من بهترین کار اینه که وقتی وارد بازی کاملا شدی دکمه خروج رو بزنی و تمام بشه. اینم بگم. حالا بگم آقا مثلا یکی میخواد بگه من لیست سرور رو میخوام ببینم، مثلا میخوام سرور فلانی رو پیدا کنم من لیست سرور. متاسفانه اینو بهتون بگم که دیگه سرور 5M ایران نداریم ما اینجا. ما قبلا اینجا می اومدیم دیگه، الان باید همش سرچ کنید دیگه. مثلا ما قبلا اینجا می اومدیم فیلتر رو میزدیم یکم پایین می اومدیم زیر اینا بود دیگه، 5 ایران یا بالا اینا بود یا همینجا ها و میزدیم وارد بازی میشدیم و بازی میکردیم عشقشو میکردیم. ولی الان سخت‌تر شده و اینجا باید شما سرچ کنید. مثلا من میخوام وارد سرور دایموند بشم، مثلا اشاره میشه نمیاره اکسیتی مثلا میکنم اینجا میاره برام که بعضی ها رو میزنن آمریکا، بعضی خودشون رو میزنن اروپا، حالا دیگه بسته به اون بنده خدا. حالا مثلا ما میگیم آقا جان ما میخوایم وارد سرور دایموند مثلا بشیم، اوورلند بشیم، سرورهای DM لندی مثلا میخوایم بریم فقط پلی بدیم و چه میدونم خوش بگذرونیم دیگه، سرور هیوی آر پی میخوایم بریم. شما هر سروری که میخواید برید اینو من میگم شما میاد اینجا دایموند اگر اشتباه نکنم RP 5. اگر اون سرور سایت داره که مثلا این الان سرور سایت داره کلیک میکنی و بله اینم 5 چیز دایموند 5 که شما از اینجا می مثلا آموزش ها رو داده، چیزا رو داده، ماشین ماشاءالله 2 میلیون بازار براش و همینجوری آی پیش هم اینجا باید براتون بزنه، حالا یا تو دیسکوردش زده یا جای دیگه. یا مثلا شما اونجا سرچ کردید XCT ولی XCT نیومد، میخواید برید فری روم پلی بازم میاید XCT اینجا XCT RP رو سرچ میکنید و اینجا چیزشه دیگه، اینجا آدرس سایتش، آدرس سرورشه بخشید. در دو راه میتونید این لینک رو وارد کنید، یا اینکه کانکت بزنید، مثلا منو کانکت اگر درستش نوشته باشم اینو میزنید، یا اینکه میایید تو لانچ MP اینجا مینویسید مثلا پیست میکنید دیگه مثلا این چیزی که هست و کانکت تو هاست ابو اگر اشتباه نکنم رو میزنید. این دومین این دو تا راهی که مثلا میتونید آی پی رو پیست کنید. حالا ما میگیم اونا رو پیدا کردیم اوکی بود ولی 5M هلپر ارور داد، چه میدونم آپدیت داد، نشد بریم وارد بازی بشیم. چیکار کنیم؟ جایگزینش 5M بریج. اینم یه به قول گفتنی یه برنامه‌ایه مثل 5M هلپر که شما اونو دانلود میکنید، خیلی ایزی اکسترکتش میکنید، بعد اکسترکت کردنش یک برنامه‌ای به شما میده. من اینجا 5M بریج اینو باز میکنید و فعال سازی رو میزنید. فعال سازی رو که زدید تنظیمات با موفقیت اعمال شد، اینو میزنید و
خیلی ساده میرید تو بازی. سرور برام بالا بیاد. من حقیقتا 5 رو تست نکردم زیاد، ولی خب شنیدم که اوکی و بله اوکی بود خدا رو شکر. میزنید این مثل اینکه سرور لیستار هم بالا آورد، فکر کنم چون الکترو زدم بالا آورد، نمیدونم حقیقتا. ولی اینم 5 بریج هم بازم کار میکنه و عالیه. اینم رفت تو سرور، اینم خیلی ایزی. بعدی که رفتی تو برنامه تنظیمات اینا غیر فعال سازی میکنید، میگم چیز بعد که رفتید توی 5 غیر فعال سازی میکنید اینو و کلا دیگه از این برنامه میایید بیرون، میکشید بیرون. این هم آموزش ما. هر سوالی داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید و اگر سروری نبود که سایتی نداشت، مثلا شما سرچ کردید یه سرور هیوی آر پی بود، اسمشو میدونید ولی نه دیسکوردشو دارید نه سایتشو، حتما به من پیام بدید، چون من اکثر سرورهای هیوی آر پی رو من دارم، هم دیسکوردشون رو دارم، هم ارتباط دارم باشون، میتونید به من پیام بدید و لینک دیسکورد اون سرور رو من به شما میتونم بدم توی کامنت ها یا تو دیسکورد. خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو با من همراه بودید. حتما لایک، کامنت و سیو بکنید ویدیو رو که دیگه گمش نکنی و هر وقت نیاز به کمک داشتی دوباره ویدیو رو تماشا کنی و لذت ببری از ویدیو. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعد، خداحافظ شما.